رفت کال آف دیوتی موبایل یا همه اکتیویژن رئیس اکتیویژن همشون کال آف دیوتی موبایله و میخواد بازی رو یک مقداری کوچولو شبیه وارزون موبایل کنه که داستانش رو بهتون میگم. بچه‌ها من میخوام تمام تغییرات سیزن بعدی رو بهتون بگم که اگه بفهمید واقعا شاخ در میارید، از بس خفنه و بازی میخواد به سمت وارزون موبایل کشیده بشه. و قبل از اینکه به سراغ ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله کانالش هم بزنید. آقا بریم سراغ تغییرات سیزن 5. اول تغییر بچه‌ها قرار داخل بازی مثل وارزون بود قرار پول بیاد رو زمین. بچه‌ها شما میتونید مقدار پول رو داخل بازی برداشت کنید. تو چیزی که بچه‌ها میشنم بچه‌ها این پولا میخواد به دسته 1000 تایی و 500 تایی بیان رو زمین که بچه شما میتونید طبق چیزی که من بازم شنیدم بچه 1000 تایی قرار بیشتر بگیرید. بچه ها نیده سیزن بعدی که میخوان رو زمین بیاد و بچه میخوام بهتون بگم که بچه ها داخل مولتی بود، حالا میخوام داخل بتل رویال هست رو دونه دونه بهتون بگم. اول بچه ها نیده ترمایت که شما میتونید داخل هر مپی بردارید و ازش استفاده کنید. یا بچه نیده ترمایت داخل بتل رویال نبود و فقط داخل مولتی بود. از این به بعد همه مپ ها میخواد نیده و فلان اینا بیاد. دوم بچه نیده C4 هستش. نیده هستش بچه داخل مولتی واقعا خفنه و دیگه بیاد رو زمین بتل چی بشه بچه که داخل سیزن 5 هر چقدر بخوایم بچه میتونید از این نید استفاده کنیم. و آخرین نید بچه سریال بومب هستش که مثل بچه فلش بنگ میمونه و بچه همون داخل سیزن 5 سر این نید فشارشیم و دهن اون سرویس. یعنی چرا اکتیویژن این میخواد داخل بتل رویال بیاره؟ نه اصلا داخل مولتی آورد اشتباه بد کرد. بچه ها اون پولایی که بچه بهتون گفته بودم که میتونید بچه ها رو زمین بیان، حالا که برداشت میکنید میتونید باش وسیله بخرید. بچه حالا میخوام وسیله هایی که میتونید با این پولا بخرید رو بهتون بگم. بچه اولیش تیرهای اسالت رایفل، دومیش تیر اسنایپ، 3 تیر SMG هستش، 4 تیر شاتگان هستش و بچه ریوایو اتوماتیک و آرمور و چند خرت و پرت دیگه. بچه تو بخش دومش هم بچه میتونید گانهای دراپتون رو از اینجا سفارش بدید و بیاد واسهتون. و بچه علاوه بر این که شما خودتون میتونید گانهای دراپتون رو بکشید، دیاراتون و حتی انمی هم میتونه گانهای دراپش رو بکشه که واقعا یکی از بدیهای سیزن 5 همش خوبی که قرار نیست بهتون بگم. بدیهاش هم الان بهتون گفتم، یه بدی بهتون گفتم. بچه تو بخش سوم شما شاکارسی چاپر و فلان اینا قراره بیاد که داخل مولتی اومده بود. حالا نه شاکارسی اسم دقیقش اینا که قراره بیاد رو زمین. یه سری چاپرها بود بچه داخل مولتی که میومه از بالا به شما میزد، اونا هم بچه قراره بیاد داخل بازی. و بخش آخرش هم بچه بخش هست که شما میتونید تانک های سیزن بعد رو بخرید. بچه یکی از تانک هایی که داخل سیزن بعد هستش اینه که تانکی هستش که بچه شما میتونید با اون تانک رو آب راه برید. یعنی واقعا فکر کنم بازی داره سمت وارزون کشیده میشه و دیگه کال آف دیوتی موبایل رو ما نخواهیم داشت و دیگه چی باید بگم، پابجی واقعا واقعی تره. بچه به شوخی دارم میگم، جدی نگیرین. بچه یکی از چیزایی که واقعا بچه واسه من جالب بود و که قرار بچه بتونید با پول بخرید بچه سلف ریوایو کیت بود که اگر بچه شما میتونید با خرید این وسیله خودت رو نجات بدی. که بچه یه وسیله دیگه هم بود که نمیدونم چیه، حالا یادم نیست نمیدونم چیه. بچه ها میتونستی با خرید این وسیله، حالا بچه اون بخش اولی که بچه میتونید برین ازش وسیله بخرید، بخش اولش خب بچه ها
ببین آخرین وسیله‌ای که هستشو بخرید، اون همون وسیله‌ای که الان میخوام بهتون بگم، نمیدونم اسمش چیه. بچه اون وسیله شما بچه یارتون چندین هزار متر ازتون دور شده، اگر این وسیله رو داشتید میتونید یارتون رو از اون سر دنیا نجات بدید و ریوایوش کنید. بچه خودتون رو نمیتونید ریوایو کنید و خودتون میتونید با سلف ریوایو کیت ریوایو کنید خودتون رو. و بچه بخش آخرم یه گان لجند رایگانه که میخوام بهتون توضیحش بدم. بچه کریم رایگان که بهتون گفتم که قراره بیاد، اصلا داخل چنل قبلی پر کردم. یه بهترین ویدیو خبری بود که واسه تون گرفته بودم و خیلی هم مهم بود. بچه HS اسکلتی هم که بهتون گفتم قراره برگرده، خیالتون راحت. البته داخل سیزن‌های بعدی قراره بیاد HS اسکلتی و CP رایگان. البته CP رایگان که بهتون گفته بودم اومد داخل چمپیون که میتونید شما CP رایگانی برداشت کنید و کریم رایگان هم اومده. به اضافه بچه HS اسکلتی هم که قراره بتل پسش در سیزن‌های آینده برگرده که نه اومد بچه، یعنی واقعا ازتون عذرخواهم که برنگشت. من تمام سعی میکنم که بهترین اخبارها رو براتون بذارم، ولی بچه باز بگم برمیگرده بتل پسش. بچه CP که اومد بچه کریم رایگان داستانش چی بود؟ بچه کریم رایگان اگه یادتون باشه داخل سالهای قبلی که ما کال آف دیوتی موبایل رو پلی میدادیم یه سری گان ها رو میتونست رایگان بگیری که الان دونه دونه بهت میگم. اولش بچه M4 بود، دومش بچه DRH بود، سومش بچه LK24 لژندری بود و یکی از اون بچه همین نایف لژندی که اومده الان و سریفته میتیک و همین گانه چیه CRA مکس. حالا نمیدونم جا گذاشته که فکر کنم چند تاش جا گذاشته، نمیدونم حالا شما بهم بگید. ولی بچه یه چیزی که میخوام الانم بهتون بگم، بچه قرار جای نایف لژندری قراره بچه چی بیاد؟ قرار جای نایف لژندری بچه AK47 لژندری بیاد و جای قرار CRA مکس بچه 29 خرداد منتظر AK47 لژند باشید بچه. بعدش میخواد جای گان لژندی که هستش قرار بچه گان لژند بچه جایش قرار DL بیس بوستر بیاد که دقیقا کپی همه. جایی که سریع میتیک نمیدونم چی قرار بیاد، ولی خب امیدوارم یه اسنایپی چیزی باشه. بچه حالا در مورد کریم رایگان بگم. بچه DRH که اومده بر رایگان باید 6 بار رنکتون رو لژند میکرد. LK24 هم باید 6 بار رنکتون رو لژند کنید که برای سال پیش بود و امسال بچه کریم لژند رایگان قراره وارد کریت مشکی رنگ شه، یعنی چیزی که اصلا پلیر رو روش اصلا چیز نشدن، چون که بچه ها وارزون رفت کال آف دیوتی موبایل تمرکزش رو اونه و الان دیگه بهتون دارم میگم بچه همه چیزشو که اگر شما بتونید 6 سیزن رنکتون رو لژند کنید، مولتی یا بتل فرقی نداره، میتونید برید داخل بخش رنک و گان کیارم لژندری رو به صورت رایگان دریافت بکنید. بچه حالا برای اون کسایی که نمیدونن داخل کدوم بخش رو داشت بچه داخل رنک همین رو میتونم بهتون بگم. اگر بچه توضیحات دقیق‌تر میخوام من بچه ویدیو مموجی وایتی رو نگاه کنید تا تمام اخبار و بچه مثل اینکه این ویدیو رو دیدید تا ویدیو بعدی و اخبار سیزن آینده. فعلا بای بای.